فروخی نعمت گم شو. نومار ها بدردین؟ یا که سلام علیکم. علیکم سلام. چی گپ گفتی؟ فوری بیو دانجی پوپوشی ما نپوشیدند. نپرسه که ها کدوم نومار دیا که با ناموس خواهر ما دست رسون. چی؟ آه که با ناموس خواهرمون دست دراز کردن؟ بله که کی بود از تو بدردین؟ نمیدونم که بیام شرگر کو تماشا که چیکارش میکنم. آروم شو بدردین. آروم شو. حتما این مسئله رو دیده میبرایم. یفتن در کره که او را و حرام یفتن در کره که میفهمم. حالتی مادرم حالتی پدرم در خونه چگونه اند؟ نپرسه که ای وقتی که همین کار شده کرد خونه در ماتمه. مادر فقط گریه داره. یک دقیقه دم نمیگیره. بدردین جون تو آروم شو و خونه برگرد. حالا من درحال سر لباسم را عوض کرده باز نزد تو میبیام. بیا که مادر حتما آروم کنیم که مالی خوب میبیام. خوب که مالی نه من نمیتوانم که با یک دختر تو به این درجه نامردی روا بینم. من هم خواهر دارم. من هم مادر دارم. روزی می شود من هم صاحب دختر می شوم. یکی دیگری همین روز رو به سر آنها بیارد. من به کجا آمدم؟ این مرد کی بود؟ در این شب و روز یگان کس را شناخته نمی شود. یکی با حیات من بازی نسازد. خدایا خداوندی کریم می ترسم و تو پناه می برم. برای یک خطای من حیات آنها رو برباد دهد. بیهوده نگفتند که از مکافات عمل غافل مشو. گندم از گندم بیروید جو ز جو. یا خداوند مرا ببخش. من این کار رو نمیکنم. من این کار رو نمیکنم. من این کار رو نمیکنم. من نامرد نیستم. من نامرد نیستم. کمکم کن. بخود بیا. یک لحظه شیرینی لیکن یه حیات در خم بمانی. نکن این کار. نکن این کار. ناظر خواهر جون چای آوردم. خواهش میکنم در رو کشو. خواهر جون آب آوردم. مرحمت نوش جون شود. رحمت کنم.
ҳазор бор шукронат. Ман дидам дар ҳаёт, одамоне ки ба хотири як лаҳза нӯш ҳамеша дар нешастанд, ҳамеша бори ғурбат болои китфашон аст. ҳазор бор шукронат худованд. بیابون چی کردگی نباشد. خیر توکل به خدا. ҳазор бор шукронат. ҳазор бор шукронат. ҳазор бор шукронат ки ту аз роҳи залолату гумроҳият барои идин аз сиротал мустақимат ҳидоят кардӣ. ҳазор бор шукронат. агар ягон чизи дигар лозим шавад, ман дар хонаи дигарӣ ҳастам. майли хуб, худо нигаҳбон. خواهرجان من هستم. او پاکتی تو فرسوده شده است. این رو به جویش گیری. لباسهای رو در این گیر. مایلی یا اون چیز در کارش من در خونه هستم. اکا جان لبا من میتونم در گنج تمارات کنم نمازم رو خونم. چی بانی خواهرک؟ این همون در این جو هستی. جوی نماز در خونه خودت هستی. چی خیلی که میخوای خواهر جان؟ رنگ خونه خودتون مایلش؟ دمت گرم. خب یاد دقیقه خواهر جون، یک چیز رو باید با معلوماتی تو رسونم. قریب بود که من با وسوسه های شیطان داده شده با حیاتی تو بازی سازم. لیکن صدها بار شکرانه خداوند که من رو از همین راه گردانید. من شرمنده ام در نزد تو. من با تو دروغ گفتم که در خانه مادرم هست، همسرم هست، خواهرم هست. خواهش میکنم خواهر جون مرا ببخش. اکا جان نفس خداوند خودش انصاف بوده و هر مردک نفس خودش رو اداره کردن میکنه. درست میگی خواهر جون. خداوند هر کس رو خودش رو انصاف کرد. اکنون راست با بیمارخانه می رویم. من دکتر رو زنگ زدم از تشخیص میگذاری بعد از اون دوامش رو فکر میکنیم. خوب؟ رفتیم.
салом. Омадӣ? Чӣ будааст? خلاصه دختر گفت که کمتر گردهاتان درمانده همین دارو را گیره ساز میشه. خیر هیچ گم نه اینقدر خوش قوق تا کشور کردی هیچ گم نبوداست. یک تبابت میگیری سوز میشوی. کنه بینم؟ نه خدا میگیرم. من هم حالو گرفتنی نیستم این داروهای برای تو. من نمیفهمم این چی نوشتگی هستی. لیکن یک برادر داروخانه دارد. ای همونجا صفتی خوبش رو گرفته من در تو میدیم. بعد از اون باز دوامش رو فکر میکنیم. مالی؟ رفتیم. خیر خواهره تاکسی شما از همینجا می روند. می توانی که ششتا روی اینا راه کیلو رو نیز گیر. ایناش صدقان است. رحمت کلانه که برای من خدمت کن. یگان گام ندارد. خدا نگهبان باشد. تاکسیتون همینجا می روند. مالی حالا با خدا. اکای فاروق دکا بیا. برای همه خدمتتان من با جوانمردی شما باور دارم. از این پس من شما را اکا میبینم. یگان گام نیست خواهر جون. خرسند باشی همه وقت. توبت ادرو کن. خدا نگهبان. صد بار شکرانت خداوند که مرا از راه بد گرداندی. اگر که من به همین کار دست میزدم یک عمر خود در خجالت و حیات کسی را برباد می‌دادم. شکرانت خداوند. باز یک خبر دیگر داریم برادران مهاجر. نفرانی که در نزد مترو ولادیکنو سیگنال پریز 18 قرار دارید و میخواهید که تمام مال و محصولاتتان را به تاجیکستان انتقال دهید به یگان کمبودی و شکست و شما رقم هایی که در زیر گذاشته شده هستند همه روزه خدمت میکنند. اینچنین برادرانی که 400-500 کیلومتر از مسکو و پادماسکو دور هستید حجم بارتان 1 تن رو تشکیل میده. خودی برادرها رفته دسترس کرده آورده به جای درکاری میرسانند. مال و محصولات شما به هر گوشه کنار تاجیکستان از آن جمله شهر دوشنبه، شهر قرغن، شهر کلاب، وحدت، مومن‌آباد، ناحیه واسه انتقال داده میشد. بشتابید تا دیر نسازد.